سلام به شما همراهان عزیز. امروز میخوام با هم به یکی از سفرهای درونی مهم بریم. سفری به سمت شناخت خودمون. کتابی که دستمایه این گفتگو هست تکیه‌هایی از یک کل منسجم نوشته پونه مقیمی است. این کتاب مثل یک آینه است. آینه‌ای که جلوی خودمون قرار میدیم تا تکیه‌های پراکنده وجودمون رو ببینیم. پونه مقیمی توی این کتاب درباره چیزهایی صحبت میکنه که ما هر روز تجربهشون میکنیم. شادی، غم، ترس، عشق، وابستگی، شکست، امید و حتی سردرگمی. اما حرف اصلیش اینه که همه اینا تجربه های درونی ما هست، تکه های جدا افتاده که اگه شناخته بشن، با هم آشتی کنن، تبدیل میشن به یک تصویر کامل، به یک انسجام. فصل اول، رنج، آغاز راه. خیلی از ما فکر میکنیم زندگی باید بدون رنج باشه. همیشه دنبال شادی، موفقیت، آرامش و راحتی هستیم. اما واقعیت اینه که رنج هم جزء جدایی ناپذیری از زندگیه. پونه مقیمی میگه رنج در واقع پیامیه که ما رو به سمت درون خودمون هدایت میکنه. فرض کن از کسی که دوستش داری جدا میشی. دردت میاد. انگار بخشی از وجودت رو ازت گرفتن. بیشتر ما سعی میکنیم این درد رو خاموش کنیم. با کار زیاد، با سرگرمی، با شبکه‌های اجتماعی. اما رنج فریاد میزنه. به من نگاه کن. من چیزی رو درباره خودت بهت نشون میدم. شاید اون رنج بگه تو هنوز زخمی از کودکی داری. شاید بگه تو عزت نفس پایینی داری. شاید بگه تو به جای عشق درگیر وابستگی شدی. این نگاه تازه است. به جای فرار به رنج خوش آمد بگیم. چون رنج ها چراغ های راهن. مسیر رو به همون نشون میدن. فصل دوم، تکه های وجود ما. انسان شبیه پازل بزرگ میمونه. هیچ کدوممون یک کل منسجم و یک پارچه به دنیا نمیاییم. درون ما پر از تکه های گوناگونه. مثل کودک درون، همون بخشی که نیازمند توجه، امنیت و عشق بوده. اگه در کودکی نادیده گرفته شده باشه، هنوز زخمش رو با خودش حمل میکنه. یا نقاب ها و نقش هامون، ماسک هایی که برای پذیرفته شدن به چهره میزنیم. دانشجوی نمونه، همسر فداکار، آدم همیشه قوی. این نقاب ها کمک میکنن در جامعه جا داشته باشیم. اما ما خودمون رو از واقعیتمون دور میکنیم. و یا باورها و شرطی شدگی هامون، صداهایی که در سر ما هست که از کودکی یاد گرفتیم. تو باید بهترین باشی. اشتباه نکن. مرد که نباید گریه کنه. زن باید مطیع باشه. این باورها گاهی به جای ما تصمیم میگیرن. و یا حتی سایه هامون، بخشایی که ما اونها رو انکار کردیم، مثل خشممون، حسادتمون یا ضعفمون، چون فکر کردیم پذیرفتنی نیستن. اما این سایه ها در ناخودآگاه ما میمونن و از اونجا ما رو کنترل میکنن. انسجام یعنی همه این تکه ها رو ببینیم و همه این تکه ها رو بپذیریم. وقتی ما بخشی از خودمون رو نمیپذیریم، اون بخش به شکل ناسالم بیرون میزنه. مثلا کسی که خشمش رو انکار میکنه ممکنه منفعل و افسرده بشه یا ناگهان در موقعیتی منفجر بشه. فصل سوم، قربانی یا مسئول. یکی از بزرگترین تغییرات ذهنی که این کتاب پیشنهاد میده اینه که هیچ کس مسئول حال ما نیست به جز خودمون. تا وقتی دیگران رو مقصر بدونیم قربانی باقی میمونیم. خانواده‌ام منو خراب کردن. جامعه نمیذاره پیشرفت کنم. همسرم باعث ناراحتی منه. بله، شرایط بیرونی اثر دارن، اما انتخاب واکنش در دست خود ماست. مسئولیت پذیری یعنی این که بگیم این منم که باید علت رنج رو در درونم پیدا کنم. وقتی مسئولیت زندگیمون رو میپذیریم، قدرت تغییر پیدا میکنیم. چون دیگه منتظر بیرون نیستیم. شروع میکنیم به اصلاح خودمون و همین اصلاح کم کم جهان بیرونیمون رو هم تغییر میده. فصل چهارم، عشق به خود.
خیلی ها فکر میکنن دوست داشتن خود یعنی خودخواهی، اما این دو کاملا با هم فرق دارن. خودخواهی یعنی فقط به نفع خودت فکر کنی، حتی به ضرر دیگران. اما عشق به خود یعنی ببینی تو با همه ضعف‌ها، با همه زخم‌ها و ناتوانی‌ها ارزشمندی. وقتی خودمون رو نمیپذیریم، مدام دنبال تایید دیگرانیم. از خانواده، شبکه‌های اجتماعی، از رابطه‌های عاطفی ناسالم. اما وقتی خودمون رو همونطور که هستیم بپذیریم، از درون آروم میشیم. این آرامش باعث میشه که رابطه‌های سالم‌تری بسازیم. کمتر گرفتار وابستگی‌ها بشیم و کمتر نیاز داشته باشیم کسی ما رو کامل کنه. پونه مقیمی میگه کسی که خودش رو دوست نداره نمیتونه دیگری رو واقعا دوست داشته باشه. یعنی عشق واقعی به دیگران فقط زمانی ممکنه که اول عشق رو در درون خودمون تجربه کرده باشیم. فصل 5 سفر بی پایان خودشناسی. خودشناسی پروژه کوتاه مدت نیست. مثل باشگاه رفتن نیست که بگیم 3 ماه تمرین میکنم و تموم میشه. خودشناسی سفر دائمیه. هر بار که بخشی از خودمون رو میبینیم و میپذیریم، یه قدم جلو میریم. ولی این سفر پایانی نداره. همیشه تکه‌های جدیدی هست که باید کشف بشن. گاهی فکر میکنیم اگه فقط این مشکل رو حل کنم همه چیز خوب میشه. اما واقعیت اینه که رشد یعنی مداوم جلو رفتن، مداوم دیدن، مداوم پذیرش. انسجام یعنی در این حرکت دائمی تکه به تکه به خودمون اضافه بشیم. و در آخر جمع‌بندی و پایان. کتاب تکه هایی از یک کل منسجم به ما یادآوری میکنه که رنج دشمن نیست، راهنمای ماست. ما پر از تکه های پراکنده ایم و باید اونها رو ببینیم. هیچ کس جز خودمون مسئول زندگی ما نیست. عشق واقعی از درونمون شروع میشه و خودشناسی یه سفر مداومه، نه یک مقصد. پیام نهایی این کتاب اینه که اگه تکه های وجودمون رو ببینیم، بپذیریم و دوست داشته باشیم، به آرامش و انسجام میرسیم. با آرزوی آرامشی طولانی برای همگی شما عزیزان، ممنون از اینکه با ما همراه بودین. تا کتابی دیگر، بدرود.